تو بولانگی دکه محمد سعید ای آقای هم چند سال پیش دختر شد دولت همسایه شوهر دادگه الان که همون هر هفته یک برنی بود میره و خبر میگه بچه ملا قاسم ها فهمیدم همراه خبرگیری میروانی ها چرا با او نمیروان با جای همون قانونیش قط نمیروان چی با آخه او تقدی با تکنیک میره این تقدی پیاده هم میره خرکی هم میره ایتا با نزدیک انا برای همه امتا میرانی ها نزدیک میرانی دورای قدیم کو اول همین مردا پیش میرفتن زن و آیقفو حاضر من همین 3 برای تقمینه که استم همین مردا که سیده خواهی همین زن 64 متر پیش وای میکنه خودش آیقفو رفتن نگیره نه که ما هم یاد مرتبه نگاه کردم هم خیلی اما انا میره حکم ما بفهم میره نه که خیلی فایرادش میکنه میفهمه یا فایرادش که بفهمه که چی خیلی کیسه فایرادش میکنه خیلی فایراد ما فایراد میکنه یک روز گفتی فایرادش که بفهمه که چی میگه ای اکا محمد سعید سلام علیکم علیکم السلام پدرم فایراد داره موسیفیت فایراد داره زنک رفتن گیر خودم روید بیا اکا بیا السلام علیکم علیکم السلام اکا نازی السلام علیکم بچه محمد سعید خیلی رحمت شکر یادم بشی اله من سراسمم زنم بیش شاز میره بشی پرسم بود من میره خط سراسمه تو چیه محمد سعید بچه لبای ما همین 3 سال دروازه همین ترن نظارت میکنیم میره گرانیتسا میاد میره چی گفتم گرانیتسا دا آخی همین دخترچم همینجا کلین شدگیه گفت درم قشلاقی همسایه قشلاق مسافر دیگه چرا فهمیدن میخوان چرا میدونه چی همین جد الاف میدرویم همین شما میگذاریم و شما را اهمیت دادیم همین یک چیز نفهمگیش همین که انا مسافر میگه که قدیم الایام در خاطرم نقض دارم که همین وقتی که مردک خدی زنگ اونجا که سفر برو اومدن مردک پیش میره بابو زنش عیقی باید بره شما برعکس درست برعکس آخی این منم میدونم که باید مردک پیش رو زنش عیقفو لیکن اینجا گپ پیدا چی گپ مسافر اکو فهمیده نفهمیده در دوره قدیم در زمینو مینه نبوده